من اشتباهیم که توی مترو نشسته بودم، همه ساکت بودن، یه آقای صدا رو انداخت تو جلو با یک صدای مهیب. اصلا من از ترس به خودم ترسیدم. با چه صدایی گفت که خانم آقایون؟ من گفتم لابد گروگانگیریه. یهو گفت 7 تا شورت نانو فقط 2 تومن. من اصلا موندم در فلسفه این جمله که آقا چرا شورت نانو؟ حالا مثلا چی کار میکنه شورت نانو؟ جلو بورو میگیره، عرق سوز میکنه. بعد مرتی که تو 7 تا شورت نانو رو از پای مردم هم در آورده باشی، انقدر نمیارزی که تو 2 تومن مگه خفگیری کردی؟ چیکار کردی؟ دستا بره بالا.